سلام به شما شنوندگان عزیز، به مثل‌کست خوش آمدید. جایی که هر قصه یک درس و هر مثل یک تجربه نهفته دارد. گویند طوطی در خواب دید به تخت سلطنت نشسته و حکم می‌کند. از عالمی تعبیر خوابش را پرسید. عالم خوابش را رویای صادقه دانست و وعده داد حتما به تخت سلطنت خواهد نشست. کم کم طوطی با خوشخدمتی از طوطیابی به جامه‌داری حمام رسید و پس از آنکه صاحب حمام مرد، زن حمامی وی را به شوهری پذیرفت و حمام را به او سپرد. اکنون وی حمامی شده و به تخت استاد حمامی نشسته، اما از فکر خوابش جدا نمی‌شد که پس کی به تخت سلطنت خواهد نشست، تا آنکه روزی عالم را دید و ماجرای گفتن خواب و جواب او را به خاطرش آورد و از اینکه تعبیرش به حقیقت نپیوسته است گله کرد. عالم به او گفت برای طوطی که از صبح تا شب باید در میان سرگین حیوانات باشد و از شب تا سحر کوره حمام را برافروزد، بر تخت استادی نشستن و فرمان به زیر دستان دادن همون تخت سلطنت است. طوطی به کسی گفته می شده که اجاق حمام را جهت گرم شدن آب خزینه همواره روشن نگه می داشته. بله شنوندگان عزیز، این بود قصه امروز ما. یادتان باشد هر داستان کوچک می تواند دید شما به زندگی را بزرگ کند. تا قسمت بعد با کنجکاوی و گوش‌های باز همراه ما باشید.